بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، چنانچه میبینید شما در تصویر موتر بار شده که در این موتر موادی از برادران از قزاقستان که روان کردند پول از اون خریداری شده به مقدار 100 بوجه آرد، تعداد جوراب، کلاه، دیگه پوشاک برای زنان و اطفال که لوازم خریداری شده از طرف برادرای قزاقستان به قریه های خوشرباط، بغرچر، بالا و پایین توزیع میشه و مواد دیگری هم در این موتر هست که از دیگه مردم کمک کردن که کمپل و جمپر اینا هم به این مناطق توزیع میشه. اینا بیشتر پوشاک زمستانی از قبیل جراب و دستکش و کلاه و بالاخره پوشاک هایی که میشه اطفال نازنین زلزله زده در این زمستان سرد پیش رو انشالله از اینا استفاده بکنن و اینا به همکاری برادران عزیز ما از کشور قزاقستان خریداری شده و همکنون انشالله بسته‌بندی میشه که به طرف ساحه رفته و اونجا برای مستحقینی که نیازمند لباس هستند انشالله توزیع بشه.